آغاز صبح نو برای شما بینندگان گرامی بوبرور بود و هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. شالا گلخوجه هستم که از دفتر مرکزی رادیو زودی با شما صحبت دارم. ساعت در پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر خبرها رو به سهم شما میرسونم. اما اول از باد و هوا میگوییم. در پراگ هوا ابری است و روزانه تا 18 درجه گرم می شود. در مسکو امروز باران میبارد و در دوام روز حرارت به 12 درجه برابر خواهد بود. در دوشنبه باشد هوا صاف و بی‌غبار است. گرمی 29 درجه را تشکیل می‌دهد. بر اثر تیرپرانی در منطقه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان در وادی فرغانه کمش یک مرزبان هلاک شده، 19 کسی دیگر جراحت برداشتند. این اطلاع را منصبداران تاجیکستان و قرقیزستان تصدیق میکنند. جانب‌ها یکی دیگر را مسئول تیرپرانی 16 سپتامبر در مرزی میان ناحیه لیلک قرقیزستان و بابوجان غفوروفی تاجیکستان مینامند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان تصدیق کردند که تیرپرانی در نتیجه آغاز ساختمان در منطقه علامتگذاری نشده مرز به وقوع پیوسته ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تاجیکستان خاتمه یافت. منصبداران دو طرف کوشش دارند از عمیق رفت تشنج جلوگیری کنند. بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی در سال 1991 چندین منطقه مرزی آسیای مرکزی به نقطه بحث میان جمهوری تازه استقلال تبدیل یافت. وضعیت به ویژه در وادی فرغانه پیچیده است. در اینجا تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مرز دارند. کمیته دولتی مرزبانی قرقیزستان میگوید در نتیجه تیرپرانی روز دوشنبه یک مرزبانش به قتل رسید. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت یک مرزبان دیگر به طور جدی جراحت برداشته، 6 ساکن محل زخمی شدند. منصبداران تاجیک به رادیو زودی گفتند که 12 ساکن تاجیکستان با جراحت ها معالجه میشوند. و بینندگان عزیز، ما در دوام روز این موضوع را حتما بررسی خواهیم کرد و برنامه‌های ما را تماشا کنید. بزرگترین نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق بشر امسال هم محفل برای یک نوع تبادل نظر میان مقامات تاجیکستان و گروهی از مخالفان دولت شد. در نخستین روز نشست ظریف علیزاده یاور رئیس جمهوری تاجیکستان نشست را محفل خوبی برای تبادل نظر درباره رعایت حقوق انسان امید و افزود در کشور برای رعایت حقوق انسان کار زیادی انجام داده و برنامه‌های زیادی عملی کرده است. بیانیه‌ای که آن را مخالفان دولت بعداً در نشست تعریفی به اساس نامیدند. علیزاده وعده داد که حکومت تاجیکستان در آینده هم برنامه‌ها را برای رعایت حقوق انسان قبول و عملی خواهد کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها از تاجیکستان خواسته است وضع حقوق انسان را و بخصوص وضع آزادی بیان را بهتر کند و به خبرنگاران اجازه بدهد که ناترسیده و آزادانه کارشان را انجام بدهند. محمود جان فیض رحمان، نماینده انجمن آزاداندیشان تاجیکستان، یک سازمان عمومی حقوق مستقر در لهستان، گفت تصویری که دیپلمات‌ها و نمایندگان رسمی تاجیکستان درباره وضع آزادی بیان میکنند نشان دهنده واقعیت نیست. و گفت تاجیکستان کشوری است که فعالان و مردم عادی از زیر کردن تکمه لایک در شبکه‌های اجتماعی میترسند، چون میدونند که عاقبت این کارشان چی میشود. و از جمله از قضیه علی جون شریپوف، یک ساکن ناحیه وخش، مثال آورد که ماه می سال گذشته برای تماشا و پهن کردن صحبت‌های محیدین کبیری، رئیس حزب حالا در تاجیکستان، ممنوع نهضت اسلامی به 9.5 سال زندان محکوم شد. در مشورت سالانه دفتر نیروهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا، نمایندگان رسمی کشورهای عضو و حامیان حقوق جمعیت و دایر به پیشرفت و مشکلات حقوق انسان صحبت می‌کنند. نشست مذکور از سال 2016 برای تاجیکستان بحث برانگیز شد، چون بعد حضور گروهی از طرفداران مخالفان دولت و بیانیه‌های تند آنها درباره حکومت تاجیکستان، هیئت نشست را نمایشگرانه ترک کرد. سال 2018 در بیرون از نشست بحث مخالفان و یکی از دیپلمات‌های تاجیک به جنجال و کشمکش پیچید. قرار است در حوزه نشست درباره دیگر مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان هم گفتگوها صورت بگیرد. رزمایش سالانه نظامی‌های روسیه تحت نام مرکز 2019 دیروز 16 سپتامبر شروع گشت. بر رزمایش‌ها که تا 21 سپتامبر دوام خواهند کرد جزو اتم‌های چین، هند، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان می‌پیوندند. توجه اساسی در این رزمایش به منطقه نظامی مرکزی روانه می‌شود. روسیه همچنین منطقه نظامی غربی، شرقی و قفقازی هم دارد. سر از سال 2008 به این طرف روسیه نوسازی نیروهای نظامیش را شروع کرد. اکنون در منطقه نظامی مرکزی
دو مرتبه سال 2011 و 2015 رزمایش برگزار شده است. وزارت مدافع روسیه خبر داد که سال جاری استفاده نیروهای مشترک کشورها در مبارزه با تروریسم بین الخلقی و تامین امنیت در آسیای مرکزی سنجیده می شود. انتظار می رود که رزمایش کنونی حوزه نظامی مرکزی بزرگترین رزمایش خواهد بود. به اطلاع مرکز تحلیل آمریکایی جیمز تاون فاوندیشن، در این رزمایش 128,000 آدم، 20,000 سلاح و تکنیک، 600 هواپیما و چرخبال و 15 کشتی نظامی شرکت می کند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت هرچی بیشتر شهادت پیدا می شود که ایران در پس حمله به انبارهای نفت عربستان سعودی که هفته گذشته به عمل آمده بود قرار دارد. در عین زمان رئیس جمهوری آمریکا گفت حالا برای خلاصه براری بر وقت است. به قبل ترامپ آمریکا جانبدار جنگ نیست ولی حاضر است متفق کلیدیش در منطقه خلیج را حمایت کند. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو علیه مسئولیت حمله را بر دوش ایران بار کرده است. مثل او وزیر مدافع آمریکا مایک اسپر بعد از مشاهده نوارها از ماهواره‌های آمریکایی روز 16 سپتامبر از معلومات اکتشافی اقتباس آورد که مسئولیت حمله 14 سپتامبر بر دوش ایران است. ایران دست داشتن در این حمله هوایی را رد کرده است. تشکران حوثی از یمن که از جانب ایران پشتیبانی می‌شوند مسئولیت حمله را بر دوش گرفته ابراز داشتند که آن توسط هواپیماهای بدون سرنشین به عمل آمده است. وزیر تجارت و روابط سودای بیرونی ترکمنستان اماندوردی ایشانوف بعد چند روزی از مقام برکنار شدنش با اتهام کروپسیا به مهلت نامعین به زندان انداخته شد. تلویزیون دولتی کشور شدیداً نظارت شونده ترکمنستان روز 13 سپتامبر نواری چند مردی زولانه به دست از جمله ایشانوف را نمایش داد که در فسادکاری اقرار می‌شوند. در این گزارش ویدیویی جلسه حکومتی نمایش داده شد که در آن دادستانی کلبوتیر اتایف درباره بازداشت گروه فسادکاران گزارش داده میگوید که معرکه ضد فساد که از جانب پرزیدنت قربانگلی بردی محمدوف راه اندازی شد با موفقیت به انجام رسید. ایشانوف گفت که در دوام چند سال اخیر همراه با یک صاحبکاری معروف فوچوری محمد کولوف و چندین رهبر دیگر کارخانه‌های صنعتی دست به جنایت‌های مربوط به فساد زده است. با این وجود که در گزارش تلویزیونی درباره به مهلت‌های زندان محکوم شدن این نفران گزارش شد، هیچ اطلاعی در زمینه مرافعه‌های دادگاهی و هم جزئیات مربوط به حکم‌های زندانی آنها نشر نگشت. اقتصاد ترکمنستان سالهای اخیر مشکلات زیادی پشت سر میکند و مقامات میگویند که سبب چنین وضع در فساد گسترده میباشد. چندین ماه است که در ترکمنستان مشکل دسترسی به ذخیره‌های غذایی احساس میشود. کارشناسان میگویند که سازش‌نامه‌های ناموفق انرژی و نرخ پست گاز طبیعی در بازار جهانی که درآمد اصلی بودجه ترکمنستان را تشکیل میدهد سبب چنین وضعیت شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ارابکش از نویه وخش را قدردانی کرده است. به نوشته وبسایت این نهاد به تورلی غیرت مدالی برای دلیری و جایزه پولی سپرده شد. نامبرده روز 9 سپتامبر هنگامی با ارابه‌اش کشاندن انگشت یک کودک 2 ساله را از مرگ نجات داده است. دوستان نویه جیهون در ولایت ختلان از دادگاه خواسته است که یک ساکن نویه را 8 سال از آزادی محروم کنند. امام زبیرов ساکن 64 ساله دهه زرنیسار برای به خودکشی رساندن عروس 18 ساله خانواده گلبهار فرامرز و گمانبر است. شاهرخ رجبزاده دوستان نویه جیهون روز 16 سپتامبر به رادیو آزادی گفت پرونده این مرد بر اساس ماده‌های به خودکشی رساندن و پس دادن شأن و شرف محاکمه می شود. قرار است به زودی حکم دادگاه اعلام گردد. پیوندان امام زبیرov با طلب دوستان روزی نیستند و امید دارند که دادگاه حکمی به گفته آنها عادلانه صادر خواهد کرد. برای تو به خودکشی رساندن انسان در تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندان مقرر شده است. گلبهار فرامرز را روز 15 اپریل امسال در انبار خانه شوهرش آویخته پیدا کردند. خانواده داماد گفتند که وضع روانی عروس خوب نبود، اما والدین دختر گفتند که او بیماری روانی نداشت. گلبهار فرامرز و سال 2018 با رجبعلی زبیرov ازدواج کرده بود. از این پیش سال 2018 فریضه خوجه نظر ساکن دهه میان دوی نویه سنگبار در اولی شوهر خودکشی کرد و در این حادثه خوشدامنش گناهکار اعلان شد. زن را برای به خودکشی رساندن عروس 5.5 سال زندانی کردند. و خبر ورزشی هم داریم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به سامبو میان نورسان، جوانان، بزرگسالان و سامبو رزمی که روزهای 13 تا 15 سپتامبر در شهر
دهلی هندوستان برگزار شد. 11 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 7 برنجی به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی آسیا ورزشکاران از 21 کشور شرکت داشتند. یادآور می‌شویم در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به سامبو که ماه سال گذشته در پایتخت مغولستان اولانباتور برگزار شد، رضوی نوبهارов تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. او در سبقت نورسان در وزن زیر 70 کیلو مدال نقره به دست آورد. ورزشکاران تاجیک سال 2017 در مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند 28 مدال به دست آورده بودند. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگوییم که از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 151 سومانی، یعنی نسبت به روز گذشته بلندتر رفته است. چند خبری بود که در این صبح بر وقت به شما رساندم و خبرها از این بیشتر در ادامه روز تقدیم شما میشود. با ما باشید. روزتان بخیر.